حاج کمال صلاح‌زهی بزرگ مردی صلحجو و دلسوز بلوچستان، نامی که در قلب‌ها جاودانه شد. در دهه 70 با دلی پر از عشق به مردمش در برابر ظلم ایستادگی کرد. آواره کوه‌ها شد و روستای گورناگ زادگاهش در آتش کینه جمهوری اسلامی خاکستر شد. اما او هرگز تسلیم نشد. پس از سالها مبارزه با قلبی آکنده از امید به وطن بازگشت. در کوههای سرباز سکنا گزید و با روحی بزرگ دست به کار اتحاد بلوچ‌ها شد. اختلافات قومی را به وحدت بین آنها تبدیل کرد و با کلام نافذش مردم را به آگاهی و دشمن شناسی فراخواند. حاج کمال رؤیای همبستگی را در دلها کاشت، همان چیزی که سایه ترس بر دل دشمنان انداخت. جمهوری اسلامی اما که از وحدت مردم هراس داشت، نقشه‌های شوم خود را برای خاموش کردن این مشعل فروزان آغاز کرده. حاج کمال خاری بر سر راه نظام شده بود، اما توطئه‌ای پلید برای ترورش در بلوچستان و تهران چیده شد. انسان‌های فرومایه برای خاموش کردن نور وجودش بسیج شدند. صبح یکشنبه ایران شهر، در حالی که او با قلب پاکش برای آشتی میان دو طایفه گام برمی داشت، ناجوان مردانه هدف ترور قرار گرفت. اما روح بلندش هرگز خاموش نخواهد شد. حاج کمال صلاح‌زهی نماد مقاومت و صلح در قلب مردم بلوچستان تا ابد زنده است. روحش شاد، یادش تا ابد گرامی. #نامداران بلوچستان.